رفقا درود، امیدوارم خیلی خوب باشید. فرنوش هستم و به کانال لنز خوش اومدین. برنامه امروزمون مثل خیلی از ویدیوهای دیگه راجع به سریال معروف و محبوب قیام عثمانه که این روزا حواشیش و اخبارش خیلی خیلی داغه. راجع به قسمت 194 میخوایم صحبت بکنیم، البته نه اینکه اسپویل بکنیم یا اینکه من بشینم تمام اتفاقاتش رو بگم، نه چون این چیزی نیست. راجع به تریلرش و اون چیزی که توی تریلر نشون داده شد که چه بلایی، در واقع چه سرنوشتی سر حالا گلادیوس میاد و چه اتفاقی در انتظارشه، و از طرف دیگه راجع به حلیمه و سوفیا هیچ چیزی نشون داده نشد و معلوم نیست چه چیزی در انتظار اوناست. میخوایم راجع به این وقایع صحبت بکنیم و یه خبر فوق العاده هم براتون داریم. ممنون میشم که تا انتهای ویدیو با من همراه باشین، ویدیو رو لایک کنین، کانال رو ساب کنید و برای دوستانتونم ارسالش کنین. بزن بریم. مهمت بوزداغ بالاخره بعد از 3 سال اعتراضی که بهش شده بود، فاطمه نورگل رو از تیم نویسندگی حذف کرد و اخراجش کرد. در واقع ویدیوی ما با این خبر شروع میشه و اینکه خب خیلی‌ها هم از رفتن آتیلا انگین خیلی خوشحال شدن. چرا؟ چون که خیلی طرفدار این بودن که سریال فاز رمانتیک داشته باشه، صحنه‌های عاشقانه، نمیدونم رابطه احساسی بین دو زوج و این چیزا رو بیشتر دوست داشتن از سریال قیام عثمان ببینن. آتیلا انگین که اومد سعی کرد که این فضا رو حذف بکنه و بیشتر به فاز تاریخی و بقای تاریخی برگردونه. و زمانی که این فرد رفت خیلی خوشحال شدن، چون که قرار نبود که دیگه بیش از حد یه چیز تاریخی ببینن. و اما برای افرادی که دنبال چنین صحنه‌هایی بودن و دوست داشتن که بیشتر فاز عاشقانه و صحنه‌های عاشقانه و روابط احساسی ببینن، باید بگیم که خبر خیلی خوبی نداریم براتون. چرا؟ چون که فاطمه نورگل دقیقاً مسئول همین قضايا بود و با این اومدن محبوبیت سریال و رتبه بندی هاش و الان دیگه ایشون توی این تیم نیستش و ما کمتر این صحنه‌ها رو به خصوص در میدان جنگ و اینجور جاها می‌بینیم و به خاطر همین این وقایع خیلی کمتر میشه و بیشتر فاز تاریخی بودن و رئال بودن و واقعی بودن رو قراره نمایش داده بشه. و از طرف دیگه آتیلا انگین هم راجع به اون باید بگیم که یه جورایی قیام عثمان این خونشه. این پروژه هر وقت دلش بخواد میاد، هر وقت دلش نمیخواد نیست و میره. و اینو هم اضافه کنم که آتیلا انگین کسی بود که فصل اول ساخت، یعنی انقدر نویسندگیش خوب بود که این سریال تونست در همون فصل اول اوج بگیره. نیمه دوم فصل پنجم و ششم و قسمت ابتدای فصل ششم توسط آتیلا انگین نوشته شد. اگر که ما با دقت به سریال نگاه بکنیم، با جزئیات بیشتری بهش نگاه بکنیم، متوجه میشیم که تمام اون فتوحات و وقایع تاریخی که در دوران عثمان بود و اونا به تصویر کشیده شد از زمانی بود که آتیلا انگین به تیم نویسندگی سریال قیام عثمان اضافه شد. حالا که فصل جدید سریال قیام عثمان توی راه هست، مهمت بوزداغ تصمیم گرفته به هر قیمتی که شده این فصل رو موفق بکنه و توی ذهن بینندگان یک رتبه بندی بالا، یک سریال خیلی خفن رو یه جورایی به یادگار بذاره. به همین دلیل یه سری تصمیمات مهم و بزرگی رو گرفته و فصل اخیر که کاملا تموم شده و عکسای پشت صحنه و بازیگرا و خلاصه خداحافظی‌ها توی فضای در واقع اجتماعی و مجازی منتشر شد. حتی پیام خداحافظی مهمت بوزداغ هم منتشر شده. در حال حاضر تنها چیزی که باقی مونده از فصل ششم پایانشه که ما می‌خوایم بدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. آیا با مرگ گلادیوس تموم میشه و یا یک فتح مهم اتفاق میفته و اونو به تصویر میکشن؟ اینا مسائلی هست که هنوز به صورت کامل مشخص نشده. اگه راجع به خبری که قراره بالا خاتون همسر عثمان توی سریال نباشه بخوایم صحبت بکنیم، باید بگم که تاییدیه رسمی این قضیه نیومده. حالا از یه طرف خبرنگار مشهور ترک برسین آلتونتاش این قضیه رو اعلام کرده و معمولا هم خب خبرایی که میده موثق هستن، اما تایید رسمی نشده و ما کی میتونیم در واقع مطمئن بشیم؟ زمانی که فصل جدید آغاز بشه و ببینیم آیا توی سریال هست یا نه. از طرف دیگه اگه قرار باشه که بالا نباشدش، مهمت بوزداغ باید تصمیمات دیگه‌ای بگیره و یا از طرف دیگه مثلا مارغون خاتون رو متقاعد کنه که به سریال برگرده، چون عثمان بدون همسر نمیشه نمایشش داد. اصلا یه جورایی درست نیست این قضیه. در چنین شرایطی که اگه قرار باشه بالا خاتون نباشه، مالگون خاتون در واقع فرصت و قدرت بیشتری داره برای مانور بازیگریش و ایفای نقشش. البته نه در میدون جنگ، بلکه در بین قبیله و در واقع یه جورایی مثلا مثل نقشی که حلیم سلطان داشت، یه چنین چیزی رو بیشتر بیاد بازی بکنه. و اما راجع به تریلر قسمت 194 باید بگیم که در واقع راجع به سوفیا و سرنوشتش هیچ چیزی نشون داده نشد. یه احتمالی وجود داره، نمیگم 100%، ممکنه که در فصل بعدی بخوان اون باشتش، اگر که اینجا هیچ چیزی ازش نشون داده نشه و این میتونه بدترین تصمیم تاریخی باشه که درباره این سریال گرفته بشه.
به نظر من تصمیمی که مهمت پوستاق برای سوفیا و حلیمه گرفته یه جورایی انگار از عمد بود که نیامد هیچ سرنوشتی از اونا نشون داده بشه. میخواست که یه تعلیق ایجاد بکنه و یه جورایی مخاطبان رو کنجکاو بکنه، قلاب ذهنی ایجاد بکنه که بشینن و تماشا بکنن هم فصل بعدی و هم این قسمت‌های آخر رو که قراره چه اتفاقی برای اونا بیفته. اما عملاً میخواد اونا رو حذف بکنه و تصویر اون لحظه که حالا مرگشون هست و این چیزا رو هم نمایش داده میشه، نشون داده میشه، ولی نه توی تریلر که مردم هیجان داشته باشن و بشینن و نگاه بکنن. دقیقا همون اتفاقی که برای الجم خاتون افتاد. به نظر من اگر که قرار باشه صوفیا بار دیگه به سریال برگرده و توی فصل جدید باشه، یک بی تدبیری تیم نویسندگانه و چون که شخصیت و حضوری که صوفیا داره چیز خاصی نداره در واقع، فقط تنها کاری که میکرد عثمان و بالاخاتون رو آزار میده و اگه قرار باشه دوباره باشتش و به همین روال باشه، اصلا جذابیتی برای فصل بعد وجود نداره. یک بار اونو زنده کردن، خب اوکی، مخاطبان تحملش کردن، اما بیشتر از این نمیشه. و اگر قرار باشه که صوفیا برگرده و در واقع یه جورایی باشتش رو ادامه پیدا بکنه، بهتر بود که به جای صوفیا میومدن دشمن قدرتمند مثل گلادیوس رو نگه میداشتن و اون رو وارد فصل بعدی میکردن. سوفیا کلا دنبال این بود که عثمان و بالا خاتون رو آزار بده و یا از اونا انتقام بگیره. روشش هم برای انتقام گرفتن مخفیانه بود. در واقع دشمن واقعی رو در رو میسته و حرفش رو میزنه و جنگش رو میکنه و انتقامش رو میگیره. و قلبم به هم میگه که صحنه های مرگ و حذف سوفیا فیلم برداری شده. در مورد حلیمه باید بگم که اگر قرار بود که یه جوری دیگه وارد داستان میشد و یه جورایی دیگه نمایش داده میشد، خیلی جذاب‌تر بود. مثلا یکی از پسران عثمان مثل پازلی بیگ یا حامد بیگ رو وارد داستان میکردن و داستان حلیمه از طریق اونا روایت میشد. به طور مثال یکی از پسران عثمان و صوفیا دزدیده و به خاطر اون نفرتی که از ترکا داشته این قضیه رو تو دل اون جا کرده و پرورش داده و در نهایت حقیقت مشخص میشد و متوجه میشد که چنین اتفاقی افتاده و از این طریق حلیمه وارد میشد و داستان به نظرم خیلی جذاب‌تر میشد. صادقانه بگم یه قسمت‌هایی و یه شخصیت‌های توی سریال قیام عثمان مثل حلیمه در واقع انگار یه اسم تاریخی اومده روی اینا و اینا وارد داستان شده، یعنی انگار در واقع این حضورشون به خاطر این اسم است و خب این قضیه باعث میشه که به داستان عمق داده نشه و خیلی سطحی نمایش داده بشه. اما به نظرم حذف میشه حلیمه. چرا؟ چون که توی تریلر گنجا خاتون و علایالدین رو میبینیم که بر سر مزار دارن گریه میکنن. حالا ممکنه که مزار فرزندشون باشه ولی احتمال داره که مزار حلیمه هم باشه. همونطور که توی فصلهای قبلی و قسمت‌های قبلی این اتفاق افتاده که اینجوری بوده که یه نفر که از شخصیت‌های مهم بوده به شهادت میرسه، این قضیه قراره دوباره اتفاق بیفته. حالا فکر می‌کنم که نوبت جارگوتای باشه. چرا؟ چون که در واقع نقش الجم خاتون که تمام شده، قاضی آلپ هم که قراره حذف بشه، تنها کسی که میمونه جارگوتاییه. در مورد قاضی آلپ هم باید بگم که در واقع تایید شده که آخرین حضورشه و احتمال داره که توی فصل بعد ما یه پرش زمانی داشته باشیم و بازیگر نقش کودک حذف میشه که دیگه نیستش. در پایان چیزی که ما دیدیم چند تا فتح سریع داشتن که نشون داده شد و از طرف دیگه ورود عثمان بیگ و تورگوت بیگ بود که خیلی با شکوه بود و در واقع توی فصل قبلی هم ما ورود عثمان با بامسی رو داشتیم توی قلعه حصار که واقعا خاطر انگیز شد و اینم دقیقا همین اتفاق براش افتاد. فتح قلعه های کارادین، آخسار و مردونه در واقع که از بهترین فتوحاتی بود که از فصل سوم به بعد من دیدم و به نظرم خیلی جذاب بود. از طرف دیگه ورود اسبی هم با توجه به دیالوگ‌های ماندگاری که عثمان میگه در مورد نسل عثمانیان، به نظرم ازدواج بین فاطمه و اسبی قطعیه، اما ما باید منتظر هر شرایطی باشیم چون که مهمت بوستاق دیدیم که یه سری از افرادی که جنگجو حالا ترک بودن و خیلی شجاع بودن و قوی بودن، خواهان ازدواج با فاطمه بودن، حذف کرد. و نکته جالب اینجاست که چهره اسبی به آق تیمور خیلی شباهت داره. اینم از برنامه امروز. امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو در بخش کامنت ها برام بنویسید و بگید که تا اینجا یه سریال چطوری دیدین. به نظرتون با توجه به این روندی که مهمت بوستاق و این فرمونی که مهمت بوستاق پیش گرفته و داری میره جلو، این سریال موفق میشه یا اینکه رتبه بندی و امتیازش میاد پایین‌تر؟ حتما نظراتتون رو برام بنویسید و ای کاش که مهمت بوستاق کارگردان سریال قیام عثمان یه مقدار به بحث حالا صحبت‌ها و نظریه‌هایی که طرفداران و منتقدان این چیزا میدادن اهمیت بیشتری میداد تا بتونه یه جورایی در واقع مخاطبان و طرفداران رو با خودش همسو بکنه و یه جورایی سریال رو به اوج موفقیت برسونه.
ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین، کانال رو ساب کنید و برای دوستانتونم ارسالش کنید. خیلی مراقب خودتون باشید. تا برنامه بعد، بدرود.